همدیگران عزیز سلام علیکم. امروز 13 آگوست سال 2025 می باشد. امروز من از خانه خودم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نمود انگور رو کندم و یک 4 نمود دیگه حاصلی و میخوام با شما نشون بدم که این چی انگور ها است. سر میکنیم و خصلتش رو با شما بگویم، مزهش رو با شما بگویم، آینده دوریش رو بگویم که آیندهش کدامش پرسپکتیو یعنی که آینده دور میباشد. سر میکنیم از شاهانه محلی خودمون. این شاهانه محلی خودمون است. شاهانه محلی خودمون است. به نهایت انگوری بازی خوشروی با مزه و یک از کلونش رو میگیریم بالای ترازو مانده برمیکشیم. چند گرم میباشد؟ 13 گرم برآمد. اویدی انگور چی گفتنی هستن؟ انگور بزرگیر است، انگور خوشخور است، انگوری که برای دهقان دستیار است، پول میشود. لیکن نگاه بینش وزبین است، بسیار کسل میشود، بسیار آچه بچه میشود، خشوا کردن در کار، آزوقه را دوست میدارد. خلاص دیگه مهنتش بسیارتر است و این یکی از بامزه ترین انگورهای محلی خودمون است. بسم الله الرحمن الرحیم. تشوششم این انگورهای حولی خودم است. پوستش دونو قرص میکند، لیکن با راحت. همین انگوری ما 20 سال شد که همین انگور درجه اولی است. دویمش میگذاریم از قسمت این دونکدار بود. دیگه این هم اینالی کشمیش است. دو تا دونکدار است. دویم دونکدارش انگوری آلویکا. این بهترین انگور است. یک تاشون رو بار میکشیم. این علاقه از پختن گذشته است. میدونم این دیگرم برای که شوشگی بخورم بدم. چخیلی که باید قلانش رو بفیم. حرکت کنیم قلانش رو گیریم. این 16 گرم آلویکا 16 گرم. آلویکا رو طرفی بدش رو ندیدم، چنان شیرین است گوله میسوزاند و بهترین مویز میشد. فکر کنید که این 16 گرم مویز میشد و دانه دار میشود. دانهش رو گرفتنش آسان. 16 گرم نه 16 گرم مونده بالای گوگردمونه. بینید 4 سانتی متر. گوگل 5 سانتی متر است، این 4 سانتی متر. حالی ما این درازش هم است. این درازش است. اینو بینید. همدیگران عزیز این یک مویزی میشد. این مویزی پیش بزرگ میشد. کیلوی مویزی 100 تومان است. همین میشود. فقط یک گناه دانه دارد. وقتی خشک میشود از من تمامی پگاه سحر تمامی درخت همین انگور رو چینده برای خشک کردن میپرتایم. اشغال استفاده نمیبرم، هیچ استفاده نمیبرم. هم خیلی طبیعتا تازه خشک میکنم و مویزش رو به شما نشون میدم. خدا خواهد بعد از یگان ما. این است انگوری آلویکا. میخوریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم این رو 2 گاز میشود، 1 گاز هم نمیشود. دانه دار است. خیلی گفتم 2 تا دانه دارد. شیرینی آلویکا رو اگر با شاهانه مقایسه کنیم، این شیرین نیست میگویم ده. این شیرین نیست میگویم اگر شیرینی رو ما بهاتیم. این شیرین است. شکر شیرین است ده. شکر قنچوی خودتم خیلی. انگورش کلان میشود. کمتر مونت خوشش کلان میشود. به نهایت بزرگیر میشود. به نهایت شیرین. از کلمه شیرین گرفته شده است. میگذاریم. حیرانم کدامش نشون بید به همین اواتری نامدار گذاریم. این کشمیش اواتر یعنی که بدونه. کشمیش هم گفتن به آدم اینا باور کنید شرم دارد.
خب کشمش هم خیلی درست شود بدونم من بولوی ترازو میمونم برمیکشیم 14 گرم یعنی که این چند بود؟ 13 این 13 از شاهانه ما دیده اواتر وزنینتر نمیده و حاضر بولوی یک گوگل رو گرفت 5 سانتیمتر رو ولی این رو نقص تربیت کنید اگر این 6 سانتیمتر هم میشود باور کنید 6 سانتیمتر هم میشود میبرم درونش رو نشون میتیم شما دونه دارد یا نه من هم دونه عزیز دونه ندارم من هم جبه دونه میشوم گفته دوتا مایدچه برام است که این دونه نیست این عموما دونه نیست این رودیمنت میگم روسیش دونه نیست دونه رو ما به شما نشون دادم انا این رو دونه میگویم اینجا دونه نیست این بود انگور کشمشی زمینیتی اواتری که در تاجیکستان اولین شده من وارد کردم یک قلمچه‌اش رو $1000 خریده وارد کرده بودم 5 سال پیش و از همین انگور اواتری من تمام تاجیکستان قلمچه من غلامجان گرفته دوستان زاده بعد پر شده رفتم من خدا با شکر که تاجیکستان رو آباد میکنیم و این رو من یک تاش رو میچشم با شما میگویم که چی انگور است نگفته نمونه بزرگ رو من دیدم همین اواتر رو علاقه برآوردن همین قسمتش رو که خیلی قسمی پوشتش سرخ است یعنی این خام است هولی هم نپخته است اگر شما در بازار رفته انا این قسمتش رو خرید که پوشتش علاقه سیاه شده است من اینو خیلی من ببینید از من نشون میدم شما انا این خام است این هولی فچ است این هولی با مزه هم نیست انا این رو خورید اگر کیف میکنید از من میخورم بسم الله الرحمن الرحیم قرص میکنم اون آوازش همینجا رود از شما دل شیرین تر شده است خیلی اواتر راحت میکنید از اواتر ما نیهول داریم هر 2,000 دونه نیهول داریم امسال ارزان میکنیم خدا خواهد و فروش میبروریم انا اواتر رو این طرف میمونیم از علوی که داشتیم نداشتیم باید داشته باشیم از علوی که هم نیهول باید داشته باشیم انا میگذاریم و یک انگوری محلی خودمون میگذاریم انا این انگوری کشمش سیاهی محلی خودمون این جونی انگوری اینم میخورید راحت میکنید همین باور کنید انگوری تمام میدونی وقتی نه بونه که یک مایده تغییره این قند شکر اصلی بسم الله الرحمن الرحیم این نماویزش ارزان تره کن 25 دستم لیکن در حقیقت انگور ده همین شیرینیش گلوسوز راحت جان کشمشی محلی خودمون از این وگونم نیهولش داریم من وگونم داریم انا این انگورش کشمش است اینش هم بدونه این وگونم سیترونی میگن نامش رو من این از خونه اکه عبدالله آوردم این باور کنید شیرینی این از این میگذارد بسم الله الرحمن الرحیم اول برامانا قرص میکنه چنون با مزه است که با چنون با مزه است که راحت میکنید من میگم خدا خواهد من در بازار از همین انگورها زیاد شود میخورید راحت میکنید اینش هم دادیم بها این طرف میمونه بها میتیم انا دو نمود کشمشی ناو این کشمشی بینید این بدونگی بینید این کلونی بینید اینش دیگر اینش شوگر کریپس باشد یا سویت گلوب باشد اینش لند کروزر حاضر همینه کنده برمیکشیم هولی هم نپخته است این لند کروزرش یک تاشو میکنیم این امریکایی عرسی
در اصل این نامش عرسی اوکراینسون نامش لند کروزر ماندن برمیکشیم 15 گرم از شاهانه موی کلان درونش رو میبریم. من دونه ندارد. انگوری که دونه ندارد این آیلی کشمش میگن. اکنون مویتش رو بچشیم. شیرین شده است. زور شده است. دویمش رو میبینیم. شوگر کریپس. امریکایی اینشان. 7 گرم. این سبکتر لیکن حال کلان میشد این پیوندی همی سولا. قرص میکنه. انگوری بهترین دنیا. یکون انگور بین البرادین ولی دونش پیدا مونده است. زبسی من کم مونده است هم با تیسر گفتنم. این پختقان. اینم بدونه. این دونه نه. این بدونه. دیگرش رو میبونیم. اینم میخورید راحتی دنیا میکنید. منم. اینم کشمش. نه. با این انگور یکان انگوری دنیا نمیبراید. چقدر باید انگوری ما زور نه. این همش میزنن. میگذاریم انگوری کشمشی استلیتی نمیده چه خوش شد. این رو محض اختراع کردن برای مریض کردن. اینم بدونم. دید. اینم بدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین با مزه. ویلس کشمش. اینا بینید. کشمش رو من 80% رو کم کردم. 20% موندم. از 20% با 80% هم کم کردم در کل. این اخرام باید خوردن میگیرید. نون با مزه که نمیدونم مزه شفتالو دارد مثل مرودی ندارد. انا این لامبورجینی. اینم کشمش. دید؟ من بریدنشون که باشمو. دو تحک است. رودیمنت این دونه نه. من دونه کلونش نشون دادم در شما. اینم که میگیرید میچخه پچخ رفت. اینم یاد چشته بیدم من. این برین شیرینه. اینو برین شیرینه که سال کرد. اکنون این عیبی من بود. من بسیاری بعد موندم. این نودروست تر بکردم این شیرینه شود. همدیران عزیز ما از نیهولی لامبورجینی داریم. از نیهولی آلبیکا داریم. از نیهولی آواتار داریم. این کشمش سیاه هم باید داشته باشیم. ویلس هم داریم. استالیتی هم داریم. مراجعت کنید ما حتما با شما دسترس میکنیم. انا این بود یک خاراکتریستیک انگورهای من. اگر معقول باشد یک لایک مونید و پس